میگه ما در اینجا سوالشون آمده. من همون سوال خودش خانم استاد گفته است در روسیه در مغازه کار میکنیم. هر خریداری که میدراید ما را به سال نو تبریک میکنند. ما در این حالت باید چی جواب بگردانیم؟ یعنی میدراین مردم همون روس، همون مردم روس میدراین، مقصد تاجیکای ما را سنویم گادو میگن. میگم ما چی بگیم در همین حالت؟ من در او سوال جواب پیشینم برای شما درباره معامله با اهل کتاب گفته گذاشتم برادران. در همون جا در این مسئله اشاره کرده بودم. این حاضر در دست من برادرای عزیز و گرامی، این همین کتاب اگر دیده باشین، این همین کتاب نامش مجموعة الرسائل فی بیان المسائل بلغت الفارسی. به لغت فارسی صاحب کتاب کیه؟ مولانا الاستاذ محمد حایتی، خدا رحمت کنه. داملا محمدی حایتی قمسنگیر که ما بسیار این حضرت چندین بارها رفته زیارت کردگی بودیم، دعاشا گرفتگی بودیم، حتی کلاب هم آمده بود، در اونجا هم مقصد همراهش نشسته بودیم. خلاص ولی در همین کتابخانه من یک 4-5 کتاب همین حضرت هست. ما از کتاباش استفاده میبریم. بسیار عالمی کلام بودن، خدا رحمتشون کنه. بین در همینجا صفحه 89 میگد که باب دارد بیان جوایز مخالطه و معاشره در امور دنیوی با کفار. ببین همون یعنی معامله های دنیوی با مردمی غیر دین. اینجا 2-3 صفحه برادرای عزیز برای ما نویسنده دادن. من بعضی جاهاشو میخونم. از جمله جواز مخالطه و معاشره این مسلمانان با کفار مانند جامعه و دولتی که شامل است بر مسلمانان و کفار و قانونش غیر اسلامی است، پس بر مسلمان واجب است که مراعات آن قانون در امور دنیوی نه در امور دینی در حالت اختیار، اما در حالت اضطراری و مجبوری جایز است. برادرها چی میگه؟ میگه که وقتی که شما در همان مملکت‌های مثل روسیه که قانونش قانون اسلام نیست، یعنی با اونها در هر یک کارهای دنیویشان، خیلی که رفته کارهای دنیوی دارین، مغازین کشادین، در اونجا دکانها کشادین، خلاص به هر کارهای مثال دنیوی وقتی مشغولین، با اونها معامله کردن، خرید و فروش کردن مقصد جایزه میگه. و وقتی که مثال در همون ملکا که در آمدین شما از قانون اونها میگه اطاعت کنین. ولی بعضی برادرای ما میگه نه ما آخر نمیگوی یا اطاعت نمیکنی، کجا رفتی امو روسیه؟ برای چی گرجدانسوا گرفتی؟ اینقدر زحمت کشیدی، اینقدر خراجات کردی. او گرجدانسوا خودش چیه معناش؟ وقتی آدم شهروند روسیه کشید و اطاعت ای قانونی او باید بکنه. واسه اگر همون یگان روس بیاد تاجیکستان شهروند تاجیکستان شود، ای قانون تاجیکستان باید اطاعت کنه. مسئله شهروندی همه کو پاسپورت در کیسه شای نه یار اطاعت کنده در کار نیست. این همش گپ های برادر عزیز، جان گفته اطاعت میکنی، برای همین رفته. ای حضرت هم حاضر همین را در نظر دارد که در
امور دینیش نه، مقصد ما مسلمانیم، اونها خواه مقصد دین نصرانی خودشون است. ما از دین اونها، از بگیم عبادت اونها با اونها یگان رابطه و یگان رفت آمد نداریم، لیکن در امور دینیمون ما با اونها معامله کردن، معاشرت کردن، نشستن، خبر گرفتن، سلام علیک کردن. ببینین حتی دیدیم در حدیث که وقتی میگد السلام علیکم بگو وا علیکم، یعنی ما گفتیم که با همو لفظای خشون همو زدرستی گفت، زدرستی بگو هیچی باکی نداره، ای اولش بپرس، ای زندگیش بپرس، همسایه باشی حق همسایگی داره در گردنت، دستت میرسه یگان سومک یاردمش که در آدمی غیر مسلمان، یعنی همی کتابی ده فقط زکات درست نمیشوه. اگر شما برای نموده 1000 سومی عروسی در دست بین همچو صدقتون قبول میشوه. حتی از اونها ببین قرآن اجازت میده زن بگیر و فرزند به دنیا بیار. وقتی زن گرفتن، فرزند آوردن که در حیات ما، در زندگی ما یک امر مهمه، وقتی اونهاش اجازت شید همه از سلامش نادرسته. دوامی گپی حضرت گوش کنیم. میگد که و این همه بدون اختیار مسلمان ها هست. پس مسلمان ناچارند که در معاملات و رسوم و عادات دنیوی با مردم غیر دین موافقه و اختلاط کنند و در عیدها و جشنواره های همدیگر را تهنیه و تبریک کنند و این تهنیه و تبریک از جانب مسلمان ها برای مردم غیر مسلمان در عیدها و دیگر رسوم آنها برای موافقه و مراسای ظاهری به آنها هست، نه از روی دوستی باطنی. ببینین برادر از چقدر آدمای با حکمتن. همین حضرت داملا را ببینین چقدر مقصد جهانبینی دارن. حضرت میگد که یعنی در هر یک عیدهایی که شما دارین، دیده که در عید قربان، عید رمضان شما را تبریک میکنن. وقتی تبریکتون کردن شما رحمتشون بگین. در همون روزهای عیدتون یگان هدیه شون بتین. وقتی اونها عید کردن شما تبریکشون کنین. میگد بین زیرا شما میگن ناچارین، شما در ملک هوا زندگی دارین، شما دیگر ضروره که با اونها میگد در همین مسئله ها چیکار کنین؟ معامله کنین. میگد خب حتی میگد همون فتواهایی را که در عیدهای اونها اشتراک کردن، راضی بودن که به سر مسلمان گناه هست، میگه حضرت چی میگه؟ و این گفته ها میگه به زمان بزرگواران موافق بود. میگه این فتواها میگه که در کتاب ها آمده است، میگه بله در زمانهای همو بزرگهایی که همه قانون قدرت دین در دستشان بود، میگه این به همو زمان یا موافق بود. و اما در این زمان مسلمان ها در همه دولت دنیا با مردم غیر مسلمان در همه معاملات اشتراک دارند و این چونین در منزل ها و محله ها با یکدیگر مختلط زندگی میکنند، یک جایند. پس چاره ندارند که با مردم غیر مسلمان در رسم و عادتاشون یک جا نباشند. پس این یک جا بودن را رضای به کفر گفتن امر محال است. و این در این زمان میگن موافق نمی آید. یعنی برادرای عزیز و گرامی، میگه از بس که امروز ما در همون محله های اونها زندگی میکنیم، در شهرهای اونها زندگی میکنیم، ما دیگر ناچار، ما ضروریم که
در هر یک رسم هاشون، در هر یک ایده هاشون مقصد اونها را تبریک بگیم، تهنیه بگیم. یعنی اینها میگه دیگر جای ناگزیر است، ما دیگر نمیتونیم. ولی زمان برادرای عزیز که میگه زمانی که این فتواهایی که دادن که مقصد با اونها یک جا عید نکنین یا عید اونها را تبریک نکنین، میگه به زمان هم بزرگاهایی که خودشان در دوره اسلامی که زندگی کردن قانون قدر دادشون که بدن اختیار دست شانده بود. امروز میگه این اختیار در دستان نیست. برای همین بنابر حالتهایی را که حضرت داملا از کتابش برای ما گفت، همین حالتها امروز برای برادرای مسلمان ما هستند. شما همچو برادرها در اونجا دستنگری اونها هستین و شما یگان قدرت و قوت و توانایی ندارین. برای همین در برابر همون تبریکی که میکند شما تبریکشون کنین، چرا که اونها شما را تبریک میکنند. یعنی شما دیگر یک جا با اون مردم زندگی میکنین. خدای مهربان توفیق تان تیادو آنچه را که حضرت برای ما نقل کردن گفتن، خداوند فهمش در ذهنتان جای کنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین.